یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواد، یک انسان دوا میخواد، یک انسان دیدار میخواد، یک انسان وصال میخواد. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواد. و در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر و به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینها گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی که دل کنده و دل شکسته نباشد، ناامید نشود. ان شاء الله امید دار. فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. هر یک پستی از پیش بلندی داره، هر یک بلندی پستی داره، هر یک وزنی سبکی داره، هر یک هم از پیش شادی داره، اجر و ثواب زیاد داره. به همین خاطر انسان باید یعنی دل شکسته نشود. لایکی